انسان در مورد نحوه محاسبه تیکه های خورشیدی که همه یک سایز در بیاد. توی پست آموزش محاسبه خورشیدی گفتم از خطی که کشیدیم به مرکز 2.5 بریم بالا، 2.5 بیایم پایین، وصل کنیم به مرکز. خب با اون روشی که اول آخر تا 2.5 سانتی بزرگتر میشد. حالا تو این پست میخوام تمام این تیکه ها رو یک سایز در بیاریم. ببینیم مثلا ما در کارمون 120 سانت در دسته اومد 14 میذاریم میشه 176، چون نیم دایره از تقسیم به 2 میشه 188. چون خورشیدیمون 6 تیکه است و مغزی 5 سانتی هم میخوایم اجرا کنیم ما بینش، پس 5 تا مغزی 5 سانتی هم داریم. خب اینجا ما 188 رو منهای 25 میکنیم که تعداد مغزی همونه جمعش میشه 163 و تقریبا 4 میل. اینو تقسیم برای 6 میکنیم که تیکای خورشیدیمونه میشه 27 2 میل. یعنی از اول کار میگیریم 27 2 میل یک مغزی 5، 27 2 میل یک مغزی 5، همینجور تا آخر. با این روش تمام تیکه ها یک سایز در میاد با مغزی. آقای پست آموزشی هم از دست نده.